دادگاه عالی افغانستان از راه آسان خدمت در نهادهای عدلی و قضایی اصلاحات و شفافیت می‌آورد. رئیس دادگاه عالی با وزیر مالیه امروز توافقنامه‌ای را امضا کردند که بر بنیاد آن شهروندان می‌توانند ساده‌تر از پیش به خدمات نهادهای عدلی و قضایی دسترسی پیدا کنند. تمیم شهیر با گزارش در این مورد. سیومین نهاد دولتی که تا 4 ماه دیگر تمامی سیستم های آن کامپیوتری می شود. به ویژه سیستم مالی، منابع بشری و تدارکات آن. در نهایت با امضای این موافقتنامه قوه قضایی کشور با سیستم آسان خدمت وصل خواهد شد و روند کار باشنده های کشور از 3 روز به 2 ساعت کاهش خواهد یافت. رئیس دادگاه عالی میگوید که با این سیستم اصلاحات بیشتر در بخش قضایی افغانستان رونما خواهد گردید. خدماتی که از طرف محاکم ما، از طرف شعبات همکار محاکم ما صورت میگیرد در یک شفافیت کامل و تا اندازه‌ای که ممکن است با زودترین فرصت این خدمات برای مردم عرضه خواهد شد. تا حال 2 نهاد دیگر دولتی به شمول وزارت مالیه از این پروژه بهره‌مند شدند. کاهش فساد اداری و کاغذپرانی در نهادهای دولتی اهداف مهم پروژه آسان خدمت هستند. این یک قدم نیک است که استر محکمه ما برداشته که در قوه عدلی و قضایی این اصلاحات به دادگاه عالی نیز به زودی از این پروژه بهره‌مند خواهد شد. اسید منیجمنت دارایی که برشان میگه او را میخوایم کامپیوترایز کلشون سیستما که یک دیگه باید وصل بسازیم، اینتگریت شوه و که یک دیگه باید کار کنیم. در این بسیار زیاد همچنان اصلاحات میاره و شفافیت میاره و همچنان میتونه بسیار به آسانی حسابدهی برشان بده. مرکز آسان خدمت برای نخستین بار در سال 2012 از کشور آذربایجان الگو برداری شد که از طریق این مرکز باشنده های کشور می توانند شناسنامه، پاسپورت، جواز سیر، سند تولد، اسناد تحصیلی و دیگر اسناد مهم دولتی را در کمترین زمان و از یک مرکز به دست بیاورند.